الو جانی ما در وقت زنگ زدی زیخ شده بودم آمدم بوارگم قضاب کشیدم خیال مرز های کرده اومده ماشینم نه اول ندیدم از بیا خیلی هم بیزی بکایده اوکی از بیا وای میکنم جواب شمتم من خب این برم شا با هم تلفن نخره زنگت میزنم از سلام اسو کتاگی میکنی با دیر کردی با چی شما رپرین؟ رپر داموناندم نمیدونم همه رپرها لباسای کشاد میپوشن رزمیشون نمیوان چی؟ خیلی کلچه تدا اگه جا نبیا ای چیه ایره ستیل میگن ستیلی اوورسایز فهمو؟ در شهر میدونه این چیزا خیلی تدا علف باشه زمین باشه آب باشه هیزم باشه تپک باشه بیچاره اگه جا میدونیم نکی من ایره کتگی میگن ای کتگی نه حقیقت گفتم گوش کن من وقت ندارم فقط اینجا بیام بگردم فهمو خیلی پدر میا گپ زد باید اومده میدیدیم تو را خاطر حرمتی پدرم تو خانه میرای او تده و چده فر نداره میدروی گپ میزنی من بچه رو نمیگیرم معقول نشید یکم بهونه که من نمیدونم توی باید نشوه سلام علیکم جان کار ما بسید کار وقت نداری ها وقت ما خیلی میشه خیلی بیای همین خانه ما خانه شما خی من همین هر وقتی که بیای ما همین شما رو قبول میکنیم همین رنگ خانه خودتون این ماشینی کی ماشین نصیب کرده باشه توی شود ماشین دوماد ماشین دوماد های ماشین دوماده های ماشین خلاصه کار میکنی که ما این دیگه دیگه نبیام در این راه شما عصبم میکفه فهمو анаки мара гӯш кунед наген ки бачаи шаҳрам наген ки ба пул ҳама чиза харида метонен я намуде гап назанен ки кагута ма да ҳаққи шумо сӯхта мурдестам раве оливе барои шапалоқ бо ҳаётат ҷавоб мегирӣ оли ягон духтарахе назада бумара یگیت همین همین یگیت هم اسبش معلومه در چی اسب بگرده اینا همسایه میبینن آخه همین یک کنش زنه خیلی مهنت کرده بچه مهنتی بوده کنش زنه آفرین میگم که همین قدرتوفو میگه در همون مرکز همین دو تا بیزنسمن کارمون یا تا همین راسته میگه ولی راسته که جون راست نه که ما شنیدیم که بهت با قوت بدن اینو خیلی اینا ما اوری مداخی البته همین قدا باشه ما هم دختر با ازو کلام کردیم یا جای غلطه که پگاه با ما ازو نکشیم دختر خرسان باشه یا نه حاجی حالی خیلی که کنش زنه میگم همین بچه خودش با بچه داره همین قدرت و که نه یک پسر داره یک پسر داره بله همین یک پسر ای میراثخوار همینه همین دومادی ما انا همین دوماد میراثخوار بله خیلی کرده اینا من بچه ندارم بچه مودا بچه منم بچه من اوتا گوا یا پدر گوا من خرسان بشم این بچه بخاطر بچه فرزندم میشه مبارک شوه همین توی مبارک شوه بیر مبارک شوه
به کار درآمد؟ بله رئیس الکی 1 ماه می شود به کار درآمده است. آفرین آفرین. مرحمت درون. ممکن؟ بیا چوتی بای بیا مرحمت. دیگه اون کار نیست؟ نه از بکش. چوتی بای یک مسئله بسیار هم نازک است. خوش. میخواستم کمک کنی. همین مسئله پسرچه نزدت آمده بود آخر. دیدم در کابینتم شیشته است. آخر هیچ سری راهش را گرفته نمیتونیم. یک راه نشان میتیم یک طرفی دیگه میره. راهی دیگر را نشان میتیم راهی دیگه قطعی میره. چوتی بای این حال مرا بین در سرم مون نماند. همه چی سفید شد. یا بلا کن همه را یه دو مدت در اختیارات بگی. زندگی را یادش بده، کار انسانی را یادش بده. چوتی بای همین گوشت و پوستش از تو، استخواناش از ما. تربیتش کن. نصرت سختی بدم گرفتن خوب نیست. بچه را از دست میدی. گفتم راسته خودت میفهمی که تربیت چیه. بگی تربیتش کن. به خدا ما همون بچه را به خودت سپاریدیم. خطب به خدا. چی گفتی؟ مایلش میبینیم. رحمت. تشکر. سلام علیکم. امین رفته چای دم کرده بیو. ما چای دم کنم؟ آه میبخشه نو؟ من اینجا چای دم کنم نمادم. من کار یاد میگیرم، کار میکنم، بانکیر میشم، رئیس میشم افت آمدم. اول آداب بعد کار. رو. پیاله رو هم گیر. برای چی؟ شوشته بیار. نفهمیدی؟ چای کبود یا سیاه دم کنم؟ دورگه. فهمو؟ سیرگرش دم میکنم بخشم. الو و علیکم السلام. شناختم بختیار جان شناختم. چی گپ؟ چی خبر؟ اوهی خود حاضر من رفته این خبری خوشه میرسانم. نغزمان بچه جان.
میکنین شما؟ چای باید دم کنم. بیاین من یاردم میکنم. نه چی؟ ها بود ما پوشیده. تازه کده شوی نه؟ تمام؟ ها گیریم. رحمتی کردم. قرضور کده من. همسایه خبری خوش همسایه ها ها سلام علیکم ها کافیر دورو چیکار باید تیجه رقص دوری الا یگون شمال پامول درو نکرد آخرمو در توی من رقص کرده بودی خبری خوش آوردم خبری خوش چی خبر؟ خواستگاری می بیاین دخترت خوش کردن کی؟ چه کی قدرتفا از خود دوشنبه می بیان چی؟ آنها فکر میکنن که من در روزی بشوم ای تو چی قدر ناز میکنی این خیلی قدهای از کجا میابی تیاری تبین فقط می بیان ای کمپیر حسدارا وای قدرتوفا باشد من جاروبوفا قدرتوفا استاد چای سیرگه گردون باز خیلی خواب شدی سایه وای فایزاش کار یاد گرفتن در کار نیمش سه بار سه بار ریز
mondu kabir huzuru. Assalomu xolajon. Va alaykum assalom. Ha, padar دختر از کجا؟ Az bozor. ای وای چند پول صرف کردی؟ Ne bozor rafte çok. چه خیلی طاقت کردی، چه خیلی تو توانستی همینقدر پول صرف کنی. اونها قدرت ها باشه ما جروب ها پس نمیدی. بگو خود آمدن دیر نکنی با بیا. دیر نمیکنم، من خودم تو ولی رنگ میبیارم که دیلت نزنن. Ota. چای سیتون دم کنیم یا کبول؟ چای چی در کن؟ همین وقتی چای خیلی های؟ تو یا بین ما چاق مصرف کردیم، چاق صرف کردیم دای بزرگ. 1346 تومان و 60 دیرم. این میدونی به این پلا چاق جمع کردیم. خونی جگر شدگیم. دیرم با دیرم جمع کردیم. باید 1000 چند دیرم شدگی های. همین پلا همین تومادگی نیستن. تو من چای دم کردم وقت همین چای خیلی همی شدن. من وقت همین چای خیلی همی چای میپرسید تو مادا. تو احوال من نمیپرسی. یا ایسا دختر من نگاه کن. این همین او برای چی در کنه؟ او چای در بار در کنه، پول در کنه. همین اوی روان این به پول رفته ایستن. این همین رفته ایستن به پول میره. این همین تا میتنی. این همین تا اوه به پول هم تا خوردن بگی. من این همه شما شکمت سی. خمالیوتا چه خودتون ترک؟ آقا چی در کنه با همو گپو با همو کارو نون قاق داری همو موندگه همو نیچه نون قاق نون قاق بیاد من آقلی تر کردم بخورم من در آقا در کنستن آقاتی من همین نون قاق او بهترین خیزا برای منه رو گامر نگه کن حرکت کن این حال من بیمد چه پرزیزدن با گار علا پرام نکنی بس شده یار خوردگر همین اوی حرکت بس شده و صدقه علا پلاو شوند در دیر علف هم نمود حیف گوان به خورده دکی تو خرسادی نشو زینب این همین پلکی من صرف کردگیم در قلیگت خوش بکنم خوش بکنم این یادو نبرو تو خرسان نشو جوشیدن این مهمونات 20 ساعت من نگه برو تلفن کردن از اون بیان آخای نام خدای نام خوشیدی خدا میبرد نقص کردی نقص با توقیه چه نخوشیدی توقیه چی کار داری من بدونم کاری حدش کنم بخی کتایی مهمونه اومد اومد این محسن اومد بزن پشمازگی سلام السلام علیکم خوش اومدی خوش اومدی السلام علیکم نصمت جان مرحمت اوه کلین جان السلام علیکم خیریت میبینم که گذارتون مرحمت گذارتون خوش اومدید خوش اومدید خوش اومدتون اکی پشود احمنتی این دروی وحش نزدیکه پوشم به شما میبینی و حاضر گرفتن گریش کنی خوش اومدید زینب جان همون چای بیار کنی گیره کنی بسم الله کنی
асалом нусратҷон хоҳиши туя иҷро кардам духтари аз ҳама нағзи деҳая ёфтам анакнун ҳал кунетон خیلی گپ شما داد خدلی جان لبه ما با امید خانه شما آمدیم شما میخواهیم یک کپی سرمون را سرش جفت کنیم به حد کاری خود شما چی میگید؟ به کاری سوا یا نه کمپیرس دارو کاری سوا بکنه خیلی من چی گفتم همین جانو خوشو یادگار شد دیدگیم خوش کردگیم اگه همین جای گم مودگیه که اگه این طرفی کار با من گم نظرم نمیشوه همین دختر من به مادر کلون شدگیه خطون میدونه که دختر چخیل کلون کردن دشواره من بچه ازوای این دختر کلون کردم این کمپیر این حسن خودش میدونه در پیش همین کلون شدگیه اگر من دروغم بیا همین کمپیر گم زنم بختیار دختر وقتی که کلون کردیم باور که دختر به حد همین تابش نوزکه یا دختر همسایه اگر که چی کنه کرتا کنه این کرتا من کنه ای کاروان میرفتم کرتاش میخریدم من همون موده که بود همون موده را میخریدم من کرتا رو تا نمیموندم که دختر من باید گفت این بوی دلار بوش بکنه ها میگه کوزش کم تا فرمادگیه ها بی دلاره همون پیش دور بود انا که چی گوند یک قدر جون خوش اومده همین گپی من سرسخنی گپی من ازوی من کشیدم من خودم بدونم این دختر هر چیز بون نمیخوره گلی چیزا میخورم میره ای همون سوپرمارکت تو دختره که همون کمبودی چه حس نکنه با مهنت بازو دختر کلون کرده قدرت کرده سرش بلند باشه در همین قامتی بلند سر و پای نه حالا با چی گفتی؟ خیلی اینم یا گپ در شما دیگه چی موروزی امید خوشپی شوند سرفرزند شود امین الله اکبر خوش اومده زینب جان کام آش تا بیار همه آش هم دخترم کرده ای باور کنیم میگه عسل خوریده این عسل گلی چیزا میپزن بیاد آشای زور بکنه دا این دختر نه تیلا دختر میبری دختر خونه من خالی میشه حالا بیا چی میگی؟ خوش همین کرسی دولار چنده حوزیلی چی؟ میدونی شما چنده کرسی دولار؟ aytali خیلی بعد میفهم قدی میره به فامیل گم نیست خیر بیا شما کنه بسم الله کنه بیا کنه گره کنه بیا کنه بیا جون تگرده بیا کنه بیا خیلی ناس کنه بیا بیا کنه خدا کنه بیا بسم الله خیلی دیدی میشه بخی عروسی من شو دادم بخی من در کی درد دل کنم او را گویی که او گوسپان پیش تو اومدم بخی من دیگه کی دارم خیلی تو خود دو خیلی مرا میفهمی زنگیریم تمام خیلی بخوریم با ما اوتو میبیارم
یه بچه زن رو گرفته پاشویی در اومده بشه با خیره Молодец. Тузаги гарави саломатӣ. گفتی دیرکترهای سهارمینی امین اینا کیستن؟ دوستای ما برار میگم یکت چای کپتا زده و بکن داورینیاش بلند داره برار میگویم خوش اومدی دیر اومدی خوش اومدی شما با قوت شود نه شما با قوت شدی یکور شما جنوبی قوت دلی شما قوت دل نمیشه وای نمیفهمم یک جا پیدا شد پدرم رفتم سپارش داد ای پدری چه دکو امین اوخی ما مسئله کردن که ساعت 12 آش میریم ما شک برای قطعی زوجان گفتیم همه چی تیار تو نمیرسی وقتی کوریه بچه ها بخشش کنه کای امین میگفت که وقتی کوری عجب خوبه کور که دویر پدر دادرامش میشه با پلار خورده میگرد نقصم بچه گفتی ما دیرکترم چیکار کرده گشتی در جا نصیب میشه ای پایون سر کرده استم شرمنده مون کرده میشه او رکلام برای پیش دختر رو ایجاد ما کارهای خمونه داری همه خنه پاشوی را ساز یاد بگی در کار میشه آشتا میبینیم همه خیلی دیگه از میلاج نیست اینه آشان تیار های بعدی کار بچه ها فروشیدگی بیرو بروین سپاریش ما را ایا جای پیش کردگن که اینجا چیه رفته انتظار بچه جون دیگر چی بغیر از زینب در دنیا دیگه دختر نیست ولی که وقت میگذره
مرا فراموش میکنی کم ترک وقت در کن بچه من بهترین دختر قشلوخه برای تو میوام جانی اوچه زیغ نشو بچم زیغ نشو بچم جانی اوچه زیغ نشو بچم حالی میبینی همش خوب میشه همش خوب میشه بچه اوچه جان جای زینب هیچ که گرفتن نمیتونه یگانچ فرمایشتیم یکم دویم اینجا بسیار خوراکوی با مزه دارن تشکر خوراکشون خوردگی هستن تنها چوی کبود مرحبا سلامت باشه دیگه بختیار جان راست دیگه صحبت درباره امین چی داری زینب گابزا Tamam şuna meknum. شونه بکنی؟ قصه امین و امیره رو باید پدر امین نفهمد من میدونم که شما خونه امیره رفتید الکی ای همه قصه بخواره این مسئله بسیار نازک است یوسف میدونم مسئله دشوارم است زیرا اینجا حیات یک چند نفر حل شده است لیکن میگن که هر چی دلم خواست نه اون میشود هر چی خدا خواست همون میشود شاید همین صدمه یک نصیب و تقدیر بود که امین اویلادور شود با خریبی توی معرکه پدر امین 30 سالش به اینجا آمده رسیده است اگر این معلومات فهمد این معلوم میتونه به سلامتیش ضرر رساند میفهمید گوش کن یوسف این مسئله از دیگر جهت نازک است خیلی که من خبر دارم اینها تقریبا 4 سال است که با هم مناسبت دارند شاید آنها فرزنددار یا که این دختر حامله دارم باشد تو را اون کس پرد که شومه که نبکنی ها؟ ما را پرسیدن که زن بگیری نبگیری کده من گفتم ما همه گرفتیم پدر و مادر حرمت کردیم چون نمیگیری؟ بچه شهری ما دا معقول نیست تو دا معقوله باشه من دا معقوله فهمیدی؟ من دا میگیری گفتم میگیری تمام فرزند ندارم این انیق فقط یادگار شما دوست داشتن اگر امین خاندار شود نه با این دختر حیات این دختر نمی سوزد در این مسئله خاطر نکشید ما هممون دوستیم از خردسالی مسئله امیره رو ما تینج میکنیم تو باوری داری؟ اینش به گردن ما بیان تصور میکنیم که خوزی شما رفته همه مسئله رو با پدر امین میگویید بعد چی میشود؟ سر از خواب میخیزیم که امین فرار کرده است این شرمندگی با اویله امین در کار نیست بعد همون روز نگوید که یوسف چو به سر وقت به من نگفتی چی خب کردی؟ او تا اگر بکشین ما و بچه نمیگیم تو دیوانگی میزد میگیری گفتم میگیری اوتا جان اوتا چی شد شما دا اوتا جان مالی اوتا جان گپ شما مالی گپ شما مامونا میگیرم گفتگی شما انیق بگیری؟ انیق با گپ نگردی؟ ها؟ نه رحمت دخترم زینب زینب
салом. Чида омаден? Ҳозир таваҷҷӯҳ мебинатон. چی کنی؟ یا گپ فهمیدم راسته؟ Чӣ гап? میگن که شهر دا کلین شدستی قدرت فو کلینت کدستان ҳо росте. آخی با ما چی میشم اینجا؟ اینقدر سال ما ترا انتظار شدم، اینقدر عشق و عشقی کردیم، اینقدر عذاب کشیدم، کار کردم که ترا بگیرم. بخشش ای دستم چی نامد. بخشش مرا چند تا زن دادنی بودن. ما نگرفتم آخی. ما گفتم ترا میگیرم. آخی تو خودت مرا وعده داده بودی کو. مرا انتظار شا ما ترا میگیرم. مرا درست فهمین. با نزدیکی توی دارم. التماس دیگه نبین اینجا. کامپیروس نورو یک بار دیگه تکرار چی گفتی؟ گفتم که بختیار تلفن کرد گفت که دخترت شهر رود برای اینکه بعد یک چند وقت توی میشد کرتا خریدن در کار چلا هر خیل جواهرات هر چیزایی که برای توی دخترت در کار دختر من کجا میرد؟ و دختر من راه نمیدوند و در نکای وای نیست چی خیل میرد؟ این مردم چی میگوید؟ یک گپایی میگم میزنی کامپیوتر هم که چی گویم وایو؟ نمیرود